شفاخانه مالوجوی اطفال و نسایی ولادی افغانستان، دکتر میرویس بشیری، متخصص داخلی اطفال، تحصیلات عالی، کشور ترکیه. امراض داخلی اطفال: شب ادراری، قد کوتاهی، نرمی استخوان، بیشتیایی، ضعفی و لاغری، امراض تنفسی، امراض قلبی و خون، جراحی اطفال، ختنه با ماشین، لابراتوار مجهز، دیجیتال اکس ری، انواع مختلف واکسین های اسوسیات، سینه بغل و زکام، دواخانه و آمبولانس 24 ساعته. دیپارتمنت نسایی ولادی: دکترس عطیه منگل، تشخیص و تداوی امراض اقامت و بیاولادی، امراض جوف رحم، پولیپ های عنق رحم، خونریزی های غیر منظم، ولادت های نرمال و اختلاطی، عملیات های سزارین و استروکتومی. دیپارتمنت جوف دهن و دندان: دکترس تبسم ولیزاد، پروسیجرهای امپلنت، ارتودنسی، حساب کشی و پرکاری دندانها، شستشوی دندانها و غیره پروسیجرها قابل اجرا است، مخصوص خانمها و اطفال. آدرس: بین سرک 3 و 4 پروژه تایمنی، کابل، افغانستان. شماره‌های تماس: 0730 337 000 0766 337 000